سلام رفقا، به کانال جیکوت نقش خوش آمدید. اگه به پاور میل کار میکنید و براتون مهمه عمر ابزار بالا بره، سطح قطعه تمیز در بیاد و ابزار هم یهویی نشکنه، این ویدیو برای شماست. خب امروز میریم سراغ یکی از امکانات مهم توی استراتژی های ماشین کاری، یعنی همون رم. ببینید وقتی ابزار مستقیم بره داخل قطعه کار، فشار خیلی زیادی بهش میاد، در حدی که ابزار ما بشکنه، مخصوصا توی مواد سخت یا اگه عمق کار زیاد باشه. اینجاست که رم میاد وسط، یعنی ابزار به جای اینکه صاف بره پایین، مارپیچی وارد قطعه میشه. خب رم شاید ساده به نظر بیاد، ولی توی دقت، امنیت و کیفیت ماشین کاری فوق‌العاده تاثیر داره. اگه تا حالا ازش استفاده نمی‌کردی، وقتشه که امتحان کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک کن، بفرست برای رفیقات و برای ویدیوهای آموزشی بیشتر حتما کانال را دنبال کن. تا آموزشی بعدی، خدا نگهدار.